مرکز تشخیص بخطری عضوقواری کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر حصار دارای 5 شعبه های باکتریولوژی، انگلی، ظرف‌سنجی، زهرکیمیایی و بخطری خوراک عبارت بودند همه نمودهای تشخیص ها را سریع و با صفت بلند به انجام می‌رساند. در موافقت با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، ستانسیون مبارزه علیه بیماری‌های حیوانات، آموزش‌های تکمیل اختصاصی متخصصان آزمایشگاه‌های تشخیصی اید به امنیت عضوقه در آزمایشگاه‌های شهر و ناحیه‌های به مرکز تعلق داشته را گذرانده است. مرکز تشخیصی بخطری عضوقواری در شهر حصار در 9 ماه سال روان از روی نقشه چاره‌بینی‌ها یک قطار کارها را به انجام رسانید. اساساً تشخیص ما با محصولات خوراک روانه کرده شده است. نمود تشخیص باکتریولوژی، زهرکیمیایی، انگلی، بخطری خوراک گذرانده می شود. برای سالمی جامعه، برای پیشگیری بیماری همین کسلی‌ها در بازار مرکزی در درآمدگاه‌هاش دیسکاری‌ها تشکیل نمودیم. کارهای فهماندهی در بین جامعه کرده ایستاده‌ایم. همچنین مرکز در بازارهای مرکزی شهر و ناحیه‌های منطقه حصار، بازار دهقانی شهر دوشنبه با جلب عالمان و متخصصان جمهوری تشخیص اید به امنیت عضوقه را با موفقیت گذرانده است. شعبه بخطری خوراکی که در بازار مرکزی فعالیت می‌نماید، هر روزه محصولات خوراک از تشخیص می‌گذرد. با محصولات گوشتی باشد با اصولی میکروسکوپی از تشخیص گذرانده می شود. محصولات میوه و تر و تازه که این با مریان تستیر از تشخیص گذرانده می شود که این کار و این تشخیص هر روزه است. از طرف مرکز اید به بخطری محصولات خوراکواری، بهادهی از نگاه بهداشتی و گیگینی، همچنین اید به بهبودی سطح زندگی و امنیت عضوقه اهالی دهات به واسطه خدمترسانی با صفت در محل‌ها کارهای فهماندهی گذرانده می شود.